روزهای پرکار نامزدهای انتخابات در 14مین روز تبلیغات، حضور در جمع کارشناسان و فعالان اقتصادی و گروه‌های مردمی. آقای سعید جلیلی دیروز به اصفهان سفر کرد و در میدان امام اصفهان مورد استقبال مردم این شهر قرار گرفت. بحث آب زاینده رود میشه چی بیان میکنن؟ اون کشاورز، اون پدر پیر که میاد با همه وجود میگوید اگر آب در اختیار من باشد من آماده هستم. آیا دستی رو نباید بوسید؟ اصفهان آقای جلیلی سپس به خوزستان رفت و در جمع مردم اهواز حاضر شد. با انتخاب خوب شما انشاءالله نه تنها مشکلاتون برطرف بشود، بلکه مردم ما طعم برنامه‌های اقتصادی رو در سر سفره‌هاشون ببینن و احساس کنن این کار نشدنیه. آقای قالیباف دیشب در جمع مردم کرج توفیقات و ناکامی‌ها را در عرصه‌های مختلف کشور ناشی از نوع مدیریت‌ها خواند. در صنعت خودرو 50 سال میخوان خودرو بسازیم. این شرایط به گونه‌ای شده که خودرو 3 تا 4 برابر گرانتر از همتراز خودش، کیفیت کمتر. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری صبح امروز در جمع اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تصمیم سازان اصلی کشور را فعالان اقتصادی و دانشگاهیان خواند. اتاق اصناف، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، دانشگاه، اینها باید تصمیم سازی کنن تا بنده اگر توفیق خدمت داشتم اونجا تصمیم گیری کنم. آقای قالیباف در ادامه با سفر به قم با مراجع اعظام آقایان نوری همدانی، جوادی آملی و نماینده آیت الله سیستانی دیدار و گفتگو کرد. آقای سید امیرحسین قاضیزاده هاشمی دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری هم دیشب قبل از حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری از تسهیلات دولت مردم و خانواده برای زوجهای جوان گفت. ما برای تمام عروس خانوما و آقای دومادایی که جدید تشکیل خانواده میدن، هر خانواده‌ای که تشکیل خانواده میده 1 میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه دیدیم که این خودشون میتونن انتخاب کنن به عنوان تسهیلات ازدواج استفاده کنن برای جهیزیه، یا به عنوان تسهیلات اشتغال ازش استفاده کنن، یا به عنوان تسهیلات مسکن ازش استفاده کنن. آقای پزشکیان هم صبح امروز در مجمع کارآفرینان ایران برای نجات اقتصاد ایران از آنها استمداد طلبید. کمک کنید بگید کیا رو بذاریم که این مشکلات رو در رابطه با تولید و رونق اقتصادی حل بشه. اینجوری هم نیست که بگین طبیعتا ما اون چیزایی که در اختیارمون خواهد بود و مال دولته این رو به بازار واگذار خواهیم کرد. حضور در گرد همایی فعالان بخش کشاورزی و صنعت غذا از دیگر برنامه‌های امروز این نامزد انتخابات ریاست جمهوری بود. کشاورزی رو بر ما درست کنید که آب و خاک و هوای مملکت ما تخریب نشه و آینده توش دیده بشه و در ضمن بهره‌وری و کارایی توش ملحوظ باشه. کارآفرینان و سرمایه‌گذاران خادمان کشور هستند. این تعبیر آقای پور محمدی در جمع کارآفرینان ایران بود. من همیشه به دوستان مجموعه شما وقتی بعضی بحث میگن آقا اینا تو کار خیریه بیان، میگم آقا خیلی اصرار بهشون نکنید. اینا بلد باشند یه مجموعه بنگاه خوب اداره کنن، 5000 10000 15000 20000 آدم رو زندگی خانوار رو برقرار بکنن، تولید ناخالص داخلی رو بالا ببرند، مواد مصرفی نیازهای مصرفی کشور رو تامین بکنن، مالیات بپردازن و جی دی پی ما رشد داشته باشه، این بزرگترین خدمت به کشوره. آقای پور محمدی در ادامه در نشست خبری خبرگزاری تصنیم حاضر شد و اعلام کرد که من وکیل مدافع دولت‌ها نیستم و خود را مدافع خدمتگزاران با نشان و بینشان و بینام این 45 سال می‌دانم. من وکیل مدافع دولت‌ها نیستم. الانم دادگاه محاکمه و به حساب کشیدن و کی خوب عمل کرده کی بد عمل کرده نیست. مردم هم حوصله شنیدن حرفا رو ندارن. آقای پور محمدی همچنین در صفحه شخصیش دولتش را متعهد به اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد خواند. آقای زاکانی دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری هم در اجتماع جامعه ورزش و جوانان در سالن حجاب تهران نوع توزیع امکانات و منابع کشور را ناعادلانه خواند. همه ایرانیان مبتنی بر شرایط فعلی
مصرف انرژی در کشور در طول سال تا 6 گرم یارانه طلا معادل اعتباری او رو دریافت خواهند کرد. تبلیغات نامزدهای 14مین دوره انتخابات ریاست جمهوری تا 8 صبح 7 تیر ماه یعنی 24 ساعت قبل از برگزاری انتخابات ادامه دارد. مریم جعفری، خبرگزاری صدا و سیما.